درود هموطنان عزیز، درود خداوند با خانواده یک و یک شما. امیدوارم که همه کسا خوب، صحت، سلامت، سربلند. کامراش غاجده چه خیلی است که همه کسا صحت، سلامت، خانواد و سربلند هستیم. انا چی زور زدیسته باشه یادم. بسم الله بگو. خلاص و علیکم سلام. امروز یک موضوع آزادتر است صحبت میکنم. کمی با همون یگان نقل و یگان حجم سخن. یک برادر یک روز یک انکدوت گفته بود، یک بسیار انکدوتی بگیم زور بود، ماده شخصا خیلی بگیم عدوشی بود. زاغ پرواز کرده رفته در آسمان هوادا، در کوچه خیرسه میبینه، از بالا خیرسه دشنام میکنه، گپای هر چیز میگه. خیرس میگه تو مجنونی، دیوانه ای، تو چی کار کردی؟ چی ما را قرد میکنی؟ چی گپای قبه میزنی؟ زاغ میگه که دموکراتیه، هر چی خواستم گفتن میگیرم. بعد خیلی حیوانو را قرد کرده رفتن میگیره، هر چی گفته همه یمودا میگه دموکراتیه. و میبینه که را در روبو اومدسته، روبو را هم هر چی میگه. روبو میگه که چی وغس داری؟ میگه دموکراتیه دیگه، ما وغس میکنیم، جغس میکنیم، هر چی فورا میکنیم دموکراتیه. میگه دموکراتیه دا ما چی اجازت های؟ میگه او ما چی دا دموکراتیه اجازت های؟ روبو هم تا بوزی کده میگه که خیر سوژ پیشکه قرات کده گه که زاغ قر دوره کی میگه که ای پیشش خیرس میبرویه. روبا خیرس قرات میکنه، هر چی میگه خیرس میقپه. گفتی همو گپو روبا را مازش هم میگریزونه. روبا کجله را رفته سکی با یکی زاغ بلو میبینش. میگه چیکو کد تری میونت کجله کنتا قبیده را گشتستی؟ میگه اونا تو برا زاغ دموکراتیا دا بلو بوده، از داری پایون دموکراتیا نیست. میگه دا پایون دموکراتیا نبوده، از دموکراتیا دا هم بلو بوده. یعنی منظورم زاغ خیرس روبا نیست. در همین جلسه سالانه گروه 24 خیلی تکلیف کردن. خیلی که بگیم در خونه خودت مهمون شده میره کو، عیناً بگیم همون خیلی یک خونه خودت مهمون شدیم. بعد باز سخن دادن، گفتن برادر یک سخنرانی کن. در همون جا من سخنرانیم خصوصا در باره مردم هایی که یعنی بچه ها جوان ها هوسکاری میکنن بعضی چیزها را، عیناً همین مسئله ده من صحبت کرده بودم که هست مبارز، هست هوسکار. یعنی هست منفیت جو، هست مبارز، هست هوسکار، هست منفیت جو. و انسان که در مبارزه قدم میمونه باید اپریدلیت کنه کدام ای میشه ایتا، یعنی که با کدام مقصد در یک مبارزه حرکت میکنی. یعنی تو منفیت از این میخواهی
یا که هوسکاری میکنی یا که صدقا مبارز هستی. یعنی که هر یک انسان باید این مسئله را باید اپریدیلیت کنه. بله میدونم بسیار جوانهای ما هوس اروپا کردن در تصورات چونی که من از ویدیو میکنم میبرم گپ میزنم میمونای را گنده میکنم یک کار دیگه میکنم بعد مرا یاردم میکنن ما ویدیوم قطع میرم اروپا دا میمونم بعد دوجه زندگیم سوز میشوه. یعنی که مقصد قطع برآمدگی انسان ها هستند. مثال میگیریم در بدن انسان ها. در وقتی حاجی شروع کرد مبارزه را بسیار برش دادم آمدن سرجم شدن. اونو منفیت جو بدن، اونو هوسکار نبودن، او امنی بدن، منفیت جو بدن. انا دویدن آمدن برای حاجی ده خیال کردن که از این فردا انقلاب میشوه یا یک سال بعد انقلاب میشوه 2 سال بعد انقلاب میشوه حاجی پرزیدنت میشوه. دیگر که ما میگیم حاجی ما اول برد دیدیم که شعر اینا رو گفته ما وظیفه میگیریم ما دیگر بیزنس همون میکنیم دیگر کارو میکنیم دیگر گفته همین خیلی مقصد ها قطعی بگیم منفیت. یعنی انسان های بدن اتپ نه منفیت میخواستن. روزی که گروه بسیار تروریسم اعلان کردن گریختن حاجی را کشتن همه گریخ رفته منفیت جو. و بعضی همون هم بگیم بعضن حالت صحبت کردگی هستیم امروز میگم ما پشایمان شدم همون بار حاجی ده ما فکر کردم انقلاب میشوه. بله جلومت سوال ایت فکر کردی او فکری تو بود بار حاجی ده چی با اومدی سوال تو ده میگم ما فکر کردم انقلاب میشوه مایلی او فکری تو بود انقلاب میشوه اما تو بار حاجی ده با کدام مقصد اومدی گفتگی سوال بودی جواب دادن نمیتونم گفتن نمیتونم. انقلاب میشید چی میشید؟ انقلاب میشید بعد دیگر خواهی میگه کار بور دنیا را میدیدیم. یعنی منفیت میخواستی اتکری تا بگو که سبب اومدنم در بار حاجی من منفیت میخواستم بگیرم از اوجا. یعنی دیگر همون سوایو دالیا همین خیلی بود. بله من جوانو رو در همونجا بگیم که همین مسئله در صحبت کرده گفتم که هستن مبارز هایی که روحان هستن. روحان در راه که برآمدی باید روحان قدم بمانید. هر کاری که کنی باید روحان کنی. مرده ایت هم که مبارز باشه روحی تو باید مبارز باشه. مثل گفتم این حاجی مرعلی قوتف که امروز روحش مبارزه میبره. بچه هستن در زندانن مبارزه میبرن. یعنی در زندان یک کامنتر یا بنویسین همجا یک همین دونم همون خلاص بگیم که یعنی انسان هایی هست که روحان بروین میگم که روحان یعنی خیلی هوسکاری نکنین. این روح هوسکاری نیست و در این روح رشد نگی که من اقارت نکه برادرم بگیم که یه بار دیگه اقارت می نویسی بلوکت میکنم. یه بار دیگه اقارت می نویسی کدام اقارت می نویسی بلوک میکنم. ما دا فحش فایشه انسان ها در کار نیست. ما دا انسانی گوش میکنه از اینجا چیزی میگیره برای خودش برای منفعتش است برای فایدهش است برای آیندهش است و برای تصمیم گیری زندگیش است. یعنی ما دا خیلی انسان ها در کار است. ما دا خیلی فحش فایشه در کار نیست. یک بیننده باشه و یک بیننده با عقل باشه. همین خیلی نظری ما هم خیلی است که جای گپ آمده بودیم هم خیلی اتفلیکت میکنم بازن حالت کامیرا. یعنی انسان باید روحان هر کاری را میکنه ولی میگن که صدقان میگه که روحان باید باشی. و اگر تو
من انتظار هستم. من انتظار بودم 2 سال بعد انقلاب میشوه، ما بعد میرم وطن. من انتظار بودم که 2-3 سال بعد انقلاب میشوه، 10 سال شد. این پراشوت است مبارزه او، راشوت قطعی است. او انسان اوجه در این راه راشوت قطعی میبروید. یعنی از میبروید خیال میکنه 2 سال ما میتونم درجات کنم، یا 3 سال یا اینا 5 سال ما میتونم درجات کنم. انقلاب شوه میرم در تاجیکستان میگم که ما مبارز بودم. یا اینکه طعنه کردن انسان هایی که زندان رفتن، بعضی ها زندان میشوند، بعضی ها نمیدونم. برای همون این راه باید تیاری همه تا ببینی. یعنی هم خیلی رشات داشته باشی که میگن که پلان A B V G D گفتگی بری، هم خیلی پلان بزنه انقلاب نشوه. تمام بعد چی میشوه؟ تو دیگه یک عمر مثال گیره. من برای چی گپ گفتم؟ یعنی برای جوانهایی که آینده پروست اوجا میگه آواز گروه 24 برادر عبیدالله زنگ زد، گفت که صدا کمتر خشمی آمدگی است سبده. انا اگه من بعضا شوخی هم کردگی هستم در اوجا مثال گیریم، همون شوخی هاش باید ببریم پرتایم. گفت که صدا خشمی آمدگی است، برای همون صدا را من مونده نمیتونم. همون ویدیو را روان کرد ماده بسیار خشمی صدا بزیب است. میکروفون بسیار فخص کردگی، چرخص کردگی، پرخص کردگی. برای همون گپا حاضر گفته ایستادم برای شما. ما گفتم که خودم نوار کرده همون مسئله را باز خوبتر کرده میگم. وقتی این که خوب میکنی راه تا، اگر که او راهت رشاد قطعی باشه، تو تونمون رشادی گرفتگی تا اوجه میتونی که برای بعدی رشادت خسته میشه. تو خسته میشه، تو مونده میشه، تو دلگیر میشه، تو دیگه اوتا تا یاد میکنی، تو اوچه تا یاد میکنی، تو گوداکو تا یاد میکنی. خب وقتی که ما میدونیم از اون طرف کی استوده است، ما مقابل کی مبارزه میبریم. و اگر که طعنه برآمدن ما و بیرون آمدن ما و این چیز اگر طعنه باشه، اگر خیلی ما هم درون میبدیم، همون قصه گفتی، همون گپا همون قصه بود. خب زندان میشید، بعد آرام میشیدی در این چیز. هر یک شکارچی همون بگیم که قدر شکار خودش میدونه. وقتی که ما در راه برآمدیم هم همون قدر خودمون میدونیم، راه خودمون میدونیم و قدم خودمون بگیم که آهسته آهسته موندن مونه در کجا موندن میدونیم. ما 100 بار امروز میگم و بعد هم میگم، از این پیش هم گفته بودم که برادر طاقت داشته باشی مرحمت کن، همراه ما همسفر شه. اگر طاقت نداری، رشاد داری که 3 سال بعد انقلاب میشه، 4 سال بزنه 40 سال بروی کار. اینش مودا 40 سال اگر بروه همین مبارزه، 40 سال بروه. مبارزه افغانستان 70-80 سال شد رفته ایستاده است. هستم خیلی یا نیست؟ در افغانستان مبارزه 80 سال 100 سال میشه مبارزه رفته است. مبارزه خونین میروه، مبارزه انتحاریش میروه و تمام نمودش مبارزه میبرن. این مبارزه می است. راه همین را طلب میکنه. اگر کدامت خسته باشین یا کدامت بگین که یک مقصد بگیده، انقلاب 40 سال بعد میشه و گفته بود رو در اینجا، یعنی 40 ساله رشاد تا بگی
40 сола рашод табиги 40 дабош ку у ки син солои ма 80 дабрас агар намбурим инқилоб мешавад ҳамин рашод қати бидро дар бораи гаштан дар ватан бале ҳар як инсон мехоҳайра аммо хита психически настроид нака гаштанда сабаб чи сабаб эмомалӣ бира мегардед не намегардед ма гарантитон метам барои гаштан бар ватан система бояд куллан иваз шавад на эмомалӣ бимбираята иваз мешава ё ки намедонам ятимов мурд иваз мешава ё рамазон раҳимзода мурд иваз мешава ё намедонам дигариш мурд иваз мешава не ин система ҳаст ҳар касе ки ин системада медроя ё контроли система дар дастиш аст ё ки дохили система аст ё исполнительни бигем система чи дохили система мешава исполнят мекунад ҳамон чизои системара ин система сохта шидагӣ аст кадоме ки ватан гаштани ҳастед рашоти нобудии системара бигиред нобудии эмомалира не шикастани система полни рост нол инами ба номи ҳизби халқи демократӣ фаҳмидед инами чизое ки ба ном баъзе ҳизбо бояд набошад дар тоҷикистон полни рост расписка қати подписка қати 7 пушти ту дар сиёсат дахолат намекуна барбгар дар ватан бишӣ бира бизнес така кор така 7 пушта дар сиёсат дахолат намекуна худат не 7 пуштат барое ки мо намаки шуморо хӯрдагием ай дастон медонем чӣ қадар шур будани намаки дастона яъне бояд ин тарз бошад ай хел бугӯ ки ман фардо мегардам ё ин моҳ мерам баъд гашта натонистам баъд хеста намедонам Астанаев гунаҳгор аст Суҳроб гунаҳгор аст Ашуров гунаҳгор аст шумо мара гуфтен шумо гуфтен биё мубориза ё ки баъзе бародарое ки дар мубориза ҳаваскор ҳастанд ҳаваскоро биромадан баъди як ҳафта мегӯянд ки мода пул битен мора иҷа барен мора раҳпулимона битен мора квартирапулимона битен яъне ки ин масъалаҳо рӯза агибад мефаҳмед намира ман дар ҳамин мубориза бигем ки аз кадомиш пулам талаб кардагӣ нестам ягон борам гуфтагӣ нестам як бор ҳамин тикет хариданда Нуриддина гуфтагӣ ҳастам билети самолёт гуфтам брат билета бихар ки вазъият безебай па братски худаш Ашуров бигем ҳамун замоне ки на шурӯъ кардем ҳамун ҷура будем қати бачо па братски Ашуров бигем ки 2-3 бор $50 мада роӣ кардагиай и чиста по-братски гуфт ки нами ягон ниёз пиёз дошта бошед сам да ами раҳи ами я оилики хидмат меҳнати хидмат ҳалоли хидмат гуфтиам гапа ягон чи нест бигӣ намира дар ниёзат истифода бар тачне гуфт ки як ҷода мондан бигӣ пула як рӯз ягон ҷо биромаданӣ шиди як чиди дар кор мешавад гуфтам майле $150 дига бигем ҳам $50 бародар Ашуров партуфтагӣ дошт яъне рашод қати мубориза биромадан ин ҳамин мешавад рашод қати муборизаи рашотӣ мешавад чӣ хел аст ҳози ман мебиром баъд ёра мегӯм пул бите мада пул надодан ман мебиром ёра ганда мекунам нама қатитон биромадам чӣ кор карден мада ҷи накарден ёрдам накарден яъне ҳамин масъала қати мебирояд ё ки инсонҳое мебироянд ки дар мубориза мебирояд баъд аз ӯ ки дар мушкилӣ зад мебироянд мегӯянд ман ба амеди шумо шидам чӣ ту ба амеди мо мешавӣ ман ку ба амеди ягон кас нестам ман ба амеди ту нестам ку ту ба амеди ман нестӣ
باید فهمیدی من نباش. مسئله وطن مسئله هر یک جوانمرد است. کدام اقدام دارین، دوخ دارین، غیرت دارین، ببروین. ادلژنی کردن سر یک کس این خودش کاری مردکی نیست. ادلژنی کردن من اومدم، من تو گفتم اومدم من ادلژنی کنم، این خودش کاری مردکی نیست. میفهمین؟ یعنی مردک برای وطن کردگی کارشه، برای وطن، مادر، فرزند. مرا در زندگیم نمیدونم در روسیه زور بود من پشت شما در این روز زدم. خوب زور بود، یعنی جو اینجا جای آدمای نوزور اومده است. اگر در این طریق زور بگیم در قزاقستان هم زندگی ما زور بود، یا در روسیه هم زندگی ما زور بود. ای بعضی ها در زور بود اگر در زورش بگیریم. ما همین 2 سالی که در مبارزه بودم این انسانی ویدیو ویزف گپ میزد، حاجی علی بود. این برادر نمی حاجی علی با نام حاجی علی است که در زلو قطعی پریموی ویدیو ویزف گپ میزد. اون همون میدید هر روز جای شیشتگی من خوردگی من میدید. من کم نبودم خیلیش خیلی بگیریم. نم کاری مرا میدید چی کارو قطعی من مشغول بودم در اونجا. کار بروی ما چی خیلی بود میدیدم برادرم مسئله را. اما منم امو را پرت افتم، منم امو زندگی را پرت افتم و آمدم. واجی من 2 میلیون بار از او زندگیم پست است. من از او زندگی که داشتم 2 میلیون بار پست از زندگیم. میفهمی نمیرم؟ من برای که در اونجا 100 تا ماشین علیش میکردم در یک وقت زندگیم شکر نبود. دویم نمی تشکیلی با تشکیلی کیف صفا دا بودم و اینجا اومدم خدمه اوقات میکنم خدمه دا خلاص. ایکو درآمدی که ما در اونجا داشتم باز اینجا را ندارم. من ریال نیرم میگم. او زندگی که در اونجا بود اینجا ما او زندگی را ندارم. من از کی گله کنم؟ از گریبان کی بگیرم بگم که نه من برآمدم قدم زدم برای وطنم، برای آینده وطن. امروزی که ما زندگیم خوب است برای این نیست. ما بخیزم منت کنم که ما برای کردم شما گفتم اومدم انا شما دیگر چیکار کردین اینا. ما امروز حرکت برآمدگی هستم. تمام برادرها خطی سلام علیک احترام. بعضی برنامه‌اش معقول نمیشود تنقیدش هم میکنم، بعضی گپا رو میگم. یکی من نمیگم که ما از پشت شما اومدم میترشیدم. خب تای پشتی ما اومدیم، ما پشتی یک کس اومدیم، ما همون یا دیگری مونا غریبان شو بگیریم بخیزیم که ما شما را گفتم اومدم، ما ترا گفتم اومدم، ما ترا گفتم اومدم، ما گپی ترا گرفتم اومدم، ما ترا گوش میکردم ای پشتی تو اومدم. خلاص این خودش نامردی است. جوانمرد قدم موندگی خیچه باید بدونه کجا میمونه. هر یک جوانمرد باید قدم میموندگی خیچه باید بدونه که کجا قدم مونده ایستاده است. فرداش چی میشوه یا بس فرداش چی میشوه، چی باید کرد. این سوال باید خودش در جواب بده. نمیشه بگویی که ما چه یاد کردم، ما تا یاد کردم، ما زن گلک یاد کردم، من نمیدونم ما پشتی تی کار کردم، ما پشتی تی زدم این کرده، تو مرا ما ترای پشتی تی است. هیچ که ای پشتی هیچ که نیست. اگر کدام حالتی ده زدین ای پشتی وطن زدین، یعنی برای آینده ای سرزمین کردی، برای آینده فرزندت کردی.
ман ку то ин рӯз гражданствои ягон давлата нагирифтам. Не ки ман фурсат доштам ки любой давлате ки амун бигем амун Россия мегӯй, Қазоқистон мегӯй, на бигем имрӯз инаи Полшарам ҳақша дорам барое ки ҳамаям протседураи бигем кор, фаъолият, налог мутобиқи ки ҳамин давлат чӣ дорад зиндагӣ кардан, яъне 10 сол мешавад зиндагӣ мекунам, аз инҷа биромадагӣ нестам, кор кардагим, налог супоридагим. ҳамин як шаҳрванди ҳамин протседурара мегзара ки шаҳрвандӣ бигира, ҳамаша кардагим. фақат як ариза аст. Як ариза навиштан ки ман мехоҳам шаҳрвандиро бигирам. тамом. یکی من برای شهروندگیری دولت اومدگی نیستم. بله بعضن حالت اگر همین چیز دیگر لازم شده مونه، دیگر همین بگیم علاج نیست، دیگر حد حرکت من شده مونه، یگان چی شوه ممکن بگیری. نه که چیزی از مجبوری داشته که اسلام یعنی مسلمانی بعضی چیزایی که میگن که مثال اگر سخت گشنه باشی برای از گشنگی نمردن بعضی چیزای مکروه استعمال کردن اجازت میده که نه که با شکم سری بزنی، نه که بعضی حالت دیگر مجبوری که نبری با گشنگی را. همچنان بگیم که بعضی مجبور شدمونه میگیریم برای که دیگه سراغای پاسپورتو بود میشوه، انا بگیم دیگر مجبوریم یک جا ببرویم حرکت کنیم، یک دکومنت داشته باشیم. بعضا حالت فکر میکنی نه که اختیاری اگه بار گفتی همون گفت ژلن قطعی که ما برم شهروند فلان دولت شم بگیرم، این چیزا کردگی نیست. و ما را پیشنهاد کردگی هستن که بیا پاسپورتت بکنیم، چی در قزاقستان چی در روسیه. ما گفتم که نه بچه، ما چیکار میکنیم این پاسپورت چی را ریشت میکنه، این خواهد شهروند میشه میگردی تو مرا این پاسپورت قطعی حرمت که خلاص ما پاسپورت را حرمت میکنم، تو پاسپورت مرا حرمت که ما شهروند تاجیکستانم، وطن دارم. خیلی وضعیت هست که میگیم همه اومدیم که در همینجا کار کنیم، خیلی وطن کمتر شرایط بیزه باز پرزیدنت مون در وزمین نقالتا گفته اومده کار کردیم. او وقت ما ای گپ را میگفتیم در سخنوشو، میفهمین؟ برای همو آینده مبارزه میرم و مبارزه میکنم و نمیدونم من مبارزم. گفتگی کلمه ها دا احتیاط شوه. ما تو امروز میگم من مبارز نیستم. ما حالی هم دوستو دا میگم که برادرها میگن ای بچه تو مبارزی، میگم نه ما که جوی مبارزم. ما پروسا برای وطنم این همی کمبودی های وطن ما حرف میزنم، تلاش میکنم. مبارز زولی ما کجا با مبارزه را، ما کجا مبارزه کجا. بعضی ها شرم نداشته میگه که ما مبارزی پس پرده ایم. او زود نقه ای زونه کشده میگه ها بچه میگه ما مبارزی پس پرده ایم. نه شما پروست منفیت جوین، خلاص منفیت میجوین. سالایی که یوتیوب پول میداد همه کانال کشودگی بود، همه ویدیو را قایچی میکرد، مونتاژ میکرد، در یوتیوبش میپرداخت. وقتی حرف زنی میشول میگیره می بچه تو این کارا نکن خی. همون منم یک انسان زنده ایم، همون یک چی شوه زندگی ده میشوه یک آدم با دستگیری میکنیم با یک کمبغل ره رو موندگی را خیلی برادرای مبارز همش نمکی ما را یارده ما را دیدگی هستن قریب لبایتش. من همین جلد کردگی خیلی بچه جلد میکردگی نیستم. خب خیلی بچه ها دا میشوه یک دست هم شوه یکان بچه های در ره موندگی یا چی دا میتیمش یک نام پولیش میشوه، چوی پولیش میشه، ره پولیش میشوه. نکی کارا من همین بیسته از همین کانال ما پدیلیتش که بروه
اگر اونقدر دلت با مبارزه بسوزه اکا ما مبارزی پشتی پرده مکا اکا ما مبارزم خب کنی مبارزه که جوش دن یوتیوب پول نداده بودی جا اما قایچ کنیم مبارزه پس پرده گم شدن کو نه شما مبارز نه شما منفیت جو بده خلاص شما پروست هم میخواستین منفیت بگیرین روزی دراز قایچی میکردین روزی دراز میگرفتین قایچی میکردین برای که از اون مبلغ کار کنیم برای شما را پخریم باید حیات انسان زندگی انسان شرایط انسان چی بده نامعلوم بود او طرفتون کی نامعلوم در کیم که جا خور رفته کانالوک شده برای که این سخن ها او وقتا بین مردم دا بگیم بیننده حضورم بیننده خوب داره جالب نیست یعنی که مردم روز تا روز میبینه او وقتا پروست شما منفیت میگیرید پول کار میکردید اکا ما مبارزی پشت پرده مکا همه گفتم پشت پرده و سویستل در پیش پرده مبارز نیست ولی تا یک جا مبارزی پروست منفیت ما برای پول مردم ما در بسیار چی قادرن فروختن وطن دم قادرن ولی ما میگیم امامعلی وطن فروش نه خیلی طبیعت مردم هم خیلی است خیلی طبیعت مردم منفیت چه میکوه منفیت گرفت یا گرفته نتونست میبرویه ازاروش چپانه میپشه زیدیته میبرویه میگه که ما پشتی نمی احوال ده زدگیم تو گناهگوری تو باید جواب بتی برای چی ما جواب بتم در این چیز برای کمی پیش تو اگر از این چیز منفیت میگرفتی ما جوابگو بدم نه ما جوابگو نبودم بوجا رنگ همون کاری دهقونه میکردی دهقونه یک دهقان یک پارکینگ علی کنیم چی میگه با نزنی بگیرم شرمنده کنیم یک دهقان حاصلش نمیشود بعد چیش دهقان گفته اگر پرسی دهقان میگه که خاکی نمی خدا نداد نمی بارون دیگر نمی آب خاک دیگه همی دادی خدا که نداد خاک خدا نداد چی کنیم بعد یک سال دیگر حاصل خوب میشود هر دهقان بابا چخیر شید حاصل ها نقص شید بگوی بعد میگه که ای دیگه نمی کو زمین دوباری سال جوف کردم قلخوشم ایده کم پر دادم سلیترش دادم اول زمین تیار کردم حاصلش نوندم هر یا حاصل گرفتگیم که خدا ای سال کو واپشه حاصل از زور گرفتم یا بارم نمیگه که دادی خدا بود برای چی؟ برای اون که ناکامیشه بار خدا میکنه کامیابیشه خچه تعریف میکنه عیناً همین رو هم بگیم همین چیزا طلب کرده است یا که همین چیزا نشون میده خیلی وقتی ناکام شدیم گناهگار ماییم میبروین میگن ای بیش ما شید ما ای پشتیش ما نه تمونا دیدم میتونم نه چما دیدم میتونم از هم ای چی موندم از پشتی شما اگر ما همیجا کامیاب میبدیم نگان تا همین میگه که ما از پشت شما رفتیم و کامیاب شدیم این کار سرکننده شما هستین دیگر برادرای نمی شما ما بعدی شماییم شما ما رو آدم کردین شما بدین که نمی در یادی ما داختین انقلاب ایران نمیگه میگه که
ما مبارزه بردگیم ما مبارزه را کن ایتام باران من ایتام مبارزه بردگیم ما بریدم یوتیوب دا پارتوفتگیم ما کامنتاریو کدگیم ما در ناکامیتون گناهگار ما نمیگین در اینجا که ما برآمدم ما خودم کامنت کردم ما پدیلیتش کردم ما خودمم این چیزا گفته نمیتونی نه ناکامیتون عیبی ما کامیابی ای کاری شما رنگ همون دهقانی که ناکامی کارتوشکا نشوه خدا گناهگار خدا نداد عیبی خداوند خیلی نداد خدا خیلی دیگه چیکار کنیم خیلی خداوند رزق دامی را لایق دیده بود انه که کامیاب شوه تعریف تفسیر خودش زمین جفت کرد آب داد سلیتر داد وقت شده نگاه کرد نه اینجا دیگه داد خدا را فراموش میکنه یعنی در زندگی همه خیلی نباشه میدونی نمیره در زندگی من بسیار وقت میگم که در دوستان میگم بعضی انسان ها از بعضی چیزهای وطنیمون رد میکنن میگن این ایمان نیست بعضی انسان میگن که من دین اسلام اومدگی سش قبول دارم سش قبول ندارم یعنی که انسان ها بسیار گوناگون هستن من میگم که تلخی و شیرینیش از خودمون است بعدی و خوبیش از خودمون است پستی و بلندیش از خودمون است هر چیزی که هست گنده هم باشه از ماست خوب هم باشه از ماست باید اینه چیزا آموخت رد کردن نمیدونم بعضی مسئله را نه ایمان نیست نه این نیست این نیست این نمیقدر رهبر در تاجیکستان باشه مردم ما تفکرش ویران کردگی ای تاجیک نیست خب فرض کردیم این نیمس تاجیکستانی است تاجیکستانی است پس او تاجیکستانی باید جواب بدی باید جواب بتاو یک کار شود ای تاجیک نیست تاجیک باشه چی میشید خیال میکنید تاجیک باشه عالم گلستان میشید ها نه ما اینمی طبیعتی بعد خودمون داریم هر یک تمون چی تاجیکی چی قلقی چی لقایی نمیدونم قطغانی لولی تباری اینمی طبیعت همون داریم هر یک همون داریم عیب در بالای دیگر کس بار کردن و کوشش کردن که حداقل کوشش کردن که همین تاجیک نیست ده کاروچی دیگه کسای برای ما تاجیکو در همین عذابیم گفتم خیلی حالت است برای همین دوستی عزیزم هموطنی عزیزم میگم که بنیاد رومدی دیگه آبوزی که دیگه کسی را گناهگار نکه کسی ای دست گرفتن آورده است کسی ترا پول قطعی خریدگی نیست کسی ترا فلان پول داده وعده دادگی نیست که فلان پول کسی ترا وظیفه وعده کردگی نیست نه این مفکوره ایت بود تفکر ایت بود تحقیر دشنام دیگر چیزا ایو فایده نداره یک چیز است که ترا اوجه یا طرف اوجه یا طرف در پشنه شیشتگی ای خب یعنی چی در کار است با طرف دیگر هم برای خودت خطا در و بد نشان دادن گفتگی سوال است من این گپا برای دوستی گفته استودم برای دشمنی نی هر یک تایید که هستین در زندگی اپردلیت سکنین زندگیتون توانایی دارین خواه میکنین پس رشدتون بگیرین نه که قوه نکنین اگر شما مقصد داشته باشین که من میرم و میگیرم و من کار میکنم و بعد من در بین مردم شهرت پیدا میکنم این چیزایی است که یک زویوزنی بلزنی میگن یک کسلی شهرت میگن را شما بعضی آدم ها بعضی چیزها را دیده همین کسلی در گرفتار میشین کسلی شهرت در گرفتار میشین بعضی کامنتاری ها را خونده شما در همین کسلی گرفتار میشوه و شما هم میخواین که شهرت داشته باشین اما یک چیز دیگر را بدونین که شهرت دوزش بلندی بده نه هر خیلی انسان را برداشته میتونه
همه انسان شهرت برداشته نمیتونه. برای همون کوشش نکنی که اولا که شهرت دار باشی، یعنی در بین مردم تو را او بشناسن آدم اکا ای تو زوری تو گم نیست. اول این چیزا باید انسان توانای برداشت امیرم داشته باشه. وقتی 4 آدم شناخت خطا نمیدونم زوزده گرفتی و توانای برداشت همین شهرت هم نداشته باشی، این وزمینی بعد شهرت میان تمش کنه. از امام علی دا دیده باز اینه شهرت وزمین تر است. از امام علی دیده شهرت بخونماند میکنه، بخونه و درد میکنه. شرمنده ای دنیا و دنیا میکنه شهرت است. از امام علی دا تاثیر شهرت بلندتر است. باید ایره برداشته بتونی که بعد شهرت دا بیایی، نه هوسکاری نکنی. این توصیه دوستانه است، هوسکاری نکنید، بعد پشیمان هم نخورین. بعدی که پشیمان خوردید خطونک نگور کنید، کسی دیگر نه، خطونک نگور کنید تمام رفته میگیرین ای پای کارتون نگور شده. نمیدونم یو برآمده کدام حقارت کردن قطعی فکر میکنین امام علی میبخشتون که یاج برآمده یک کس حقارت کردی دشنام کردی. یا نمیدونم با یه حد حرکتت چند انسان دیگر را دلش رنجوندی، چند انسان از مبارزه دور کردی، چند انسان را بگیم دیله کردی پرتافتی. فرض کردیم بخشیدت امام علی، برگشتی رفتی، بعد دلشی امام علی بخشیدگی انسانو بسیار هستن. برگشتن رفتن در تاجیکستان مردی کار شدن، این قیدیه مردی کار در تاجیکستان شدن. بعد امام علی بخشید چون با پاسپورتشون دادن، با اومدن دلشی در روسیه مردی کار شدن. اما این دفعه دیگه خیلی مردی کار شدن. مردی کاری که هر انسانو در یکون جا میبروی گپ میزنه ای حکومت ندوال نیای او را خبر شه باید در او حکومت بدی. یعنی یه دفعه که مردی کاری غلام بدی، این دفعه مردی کاری غلامی بز غلام شدی، دیگر یکون راه دیگر نداری. اما اول میگه که اول ببین جو تا بعد بمانی پوتا تین میشه و زمانه کاش که امرو بمونه. میگه که اما ببینین اول فکر کنین اول. بعد گریبونیار کرا رنگی سویتور هم میکشم، بعد صبح یا چشمو یادم میقپن کو، بعد میبندم، بعد آدمو را میکوکو کیرا با قپی، بعد چشمی هم را میبندی بازی که اگینده مایدگی تو. بعد هم خیلی چشمت بستگی و بعد دیگه گریبونی آدمو را و ای بیته شیدم و ما شما دا باور کردم و اومدم شما نمیتونین، زورتون نمیرسه، شما هیچ کیه نه. ولی من هیچ کی هستم. اگر شخصا در من اگر بیم شاید من هیچ کی هستم، اما من خدا دارم و انسانی که خدا داره و انسانی که باوری به خداش هست، نه اینکه مشینیک و دین فروش و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفته شیطانی کده بگردی، مشینیکی نی. صدقاً باشی، شرط نیست زبانان باشی، صدقاً دیلان تو خدا داری، باوری به خدا داری و هر چیزی که خدا دادو را توانایی برداشت داری، خدا همون را نگاه کرده تا همون توانایی را میته برداشته. پس انقلاب میشوه. خب اگر نشوه من کاری خدمت کرده استم. مهم نیست برای مرا انقلاب شدنش، مهمی است که من کاری خدمت کرده استم. دیگر میشوه نمیشوه یا طرفش توکلش بخدو، طرفش دیگر یعنی که ما در پیش وجدان خودم تازه ایم خدمت خیلی.
وقتی خدم سوال دادن دا مثال گیریم همین احوالو دا چیکار کردی گفتن دا من خدم بیناموس احساس کردن نمیتونم. من در پیش خدم просто وجدانم در پیش خدم توزه باشه. در پیش تنی ما اپرودت کردن پیش تو در پیش دیگری تا اپرودت کردن نی. من در پیش نمیدونم یک انسان دیگه شهرت پیدا کردن نی. انا برای چیز نیست. من برای که در پیش خدم وجدانی خدم توزه باشم. خدم در وقتی سوال دادم که ما جواب خدمت داده بتونم دا بگم که او ما کردم خیام قمیت تونستم کردم. این نمی بود دستی من می اومدگیش همی بود کردم میره برای همون فردا هم اگر در پیش خداوندم که روز شیدم میگم خیلی کردم آخه چیکار کنم هم قبض دوخی توانیم هم قبض یه توکلش به خدا برای است. هر یک انسان وجدانش در پیش خودش توزه باشه در پیش کسی دیگه نه. ما در این دنیا نیومدم که در پیش کدام اپرودت کنم خدمت من توزه ما ایتا کردم ما اوتا کردم تا چیکو کردی و تا چیکو نکردی نه. ما برای اپرودت کردن نیستم در این دنیا. ما مهم در پیش خودم و در پیش خودم یعنی که ما حرکتام درست باشه شید. برای که شما 10 میلیونی ما یک هست و 10 میلیون فکر است. دیگه من نمیتونم که 10 میلیون فکر ده مطابق باشم. برای کدامت خوب کدامت گنده برای کدامت دوست برای کدامت دشمن این چیز ابچنه چیز است. فقط این را فهمیدن در کار قبول کردن در کار بخدت خلاص. اگر بتونی همین چیزا پس تو میتونی که مبارزه بری. 2 روز بعد اوچه یاد کردم شکر اوتا اوچه یاد کردم روغانی کلچه هاتا و گریه کرده در یوتیوب ببروی نوید کرده پس دیگر اما یک نویتالی مقصدت نشید خفه شدی. از کی خفه شدی نامعلوم. بله اینجا یک آدم نوشت اما را جواب شو بگم اگر تماشا کردیسته باشین بله جواب تماشا نکردیسته باشی دیگر مگر هم برامون نویسم آدم ده. دوستای عزیزم هموطنای گرامیم امیدوارم که درک کردین فهمیدین و یعنی پیش از قدم مودنتون خودتون تیار کنین بگیم همه طرفه و کدام دیگر را گریبونش نگیرین. این من 24 قطعه بدم برنامه ها بگیم مطابق نشیدم در همون چیز ما دا توغری نگرفت برنامه ما قطعه برنامه توغری نگرفت وقتی ما قطعه وقت توغری نگرفت بعضا مسئله ها توغری نگرفت. خوب بر اومدم گفتم که بیا برادرو میشال حد حرکتی ما شما دا زیان نکنه خوبتر است که ما الهیده برم دوستی سلام علیکم تمام. خوب بر اومدم تمام. من رفته ایستادم رای خدم ده ما یگان کس گناهگار نکردیستم ما یگان کس از گریبونش نگرفتم نمیدونم کبیری تو گناهگاری سهراب تو گناهگاری یا عمر علی تو گناهگاری ما پشتی تشیده میکنه نه تو گفتی همون چیزی که ما احساس کردم که واقعی هست همین چیز ما بر اومدم در باره درست شدم دیدم که کراچ توغری نمیگیری خب تمام ما با رای خدم قطعی با دلش رفتن میگیرم تو رای خدت قطعی رفتن میگی حالا یه چیه دایره بگیری و بیشینی و باید به نوازی و بگوی که نبگی بچه دایره را گل آوردم نبدی ماندمش سر دیوار اومدی نگاش نکردی داده سلامت سربلند باشه. میگه دست خود رو بوسا کن منتی میگه نامرد نشنم تکستا
ما تمام کردم. شما گفتنی داشته باشین در کامنتاریا بنویسین. بله سلامت باشین هر یک تات. خونتون بود باشه. انکدوتتون بگم. راستی کمتر کار دارم. بعدا انکدوتتون میگم. همسفر با مشیدن مشکلی داره. برای اون فکر کرد.